کمدی الهی اثر دانته الگیری، ترجمه شجاع‌الدین شفا. جلد اول. دوزخ. نقشه جغرافیایی دوزخ فرضی دانته. در زمان دانته، شهر بیت المقدس که عیسی در آن به شهادت رسید، بلندترین نقطه کره ارض و گنگ در هندوستان منتهی حد شرقی آن و سویا در اسپانیا منتهی حد غربی آن تصور می‌شد. و دوزخ طبق عقاید قدیمی اساطیری یونان و روم در زیر زمین قرار داشت. دوزخ دانته به شکل مخروط عظیمی است که قاعده آن در جانب محیط زمین و رأس آن در نقطه مرکزی کره قرار دارد و این مخروط شامل 9 طبقه است که انواع گناهکاران در آن به سر میبرند و هر طبقه از طبقه قبلی کوچکتر است. در نقطه مقابل بیت المقدس در آن سوی کره ارض جزیره و کوه عظیم برزخ قرار دارد که به بهشت زمینی منتهی می شود. این دوزخ و برزخ و بهشت در حقیقت مراحل مختلفی از تحول روحی بشر، از گناهکاری به پشیمانی و از فراموشی گناه به صفای روحی به شمار می روند. چنین است کمدی الهی دانته الگیری که اهل فلورانس است اما فلورانسی خوی نیست. کمدی الهی دانته به علت اینکه در زمان خفقان و تاریکی بسیار زیادی نوشته شده، پر است از نمادها و سمبولها که باید برای فهمیدن بهتر کتاب اونها رو با هم دیگه مرور بکنیم و بررسی بکنیم. مقدمه کلی. در نیمه راه زندگی، یعنی در 35 سالگی، دانته خود را در جنگلی تاریک سرگردان می‌یابد، زیرا راه راست را گم کرده است. در جستجوی راه نجات، نگران و اندیشناک به پیرامون خویش می‌نگرد و ناگهان در بالای تپه‌ای پیش روی خود نخستین انوار خورشید را می‌بیند که نتوانسته است به جنگل تاریک رخنه کند. شب آدینه مقدس سال 1300، یعنی پیش از شب عید رستاخیز مسیح است. فصل بهار و طلوع آفتاب و عید پاک دانته را امیدوار می کند و وی به قصد خروج از جنگل مشتاقانه به سوی تپه به راه می افتد. اما ناگهان 3 حیوان درنده، 1 پلنگ، 1 شیر و 1 گرگ، یکی بعد از دیگری راه را بر او می بندند و بالاخره ماده گرگ آخری وادارش می کند که راه بازگشت به درون جنگل را در پیش گیرد. اما در این هنگام کمکی غیبی به صورت ویرژیل، شاعر بزرگ لاتین، فرا می رسد و ویرژیل پیشنهاد می کند که در این راه راهنمای او باشد. منتها تذکر می دهد که چون دانته توانایی طی این سربالایی را به طور مستقیم ندارد، او را از راهی دورتر بدانجا خواهد برد. سپس توضیح می دهد که در قسمت اول و نیمی از قسمت دوم این راه طولانی او خود راهنمای وی خواهد بود و از آن پس کسی شایسته تر او را راهنمایی خواهد کرد. دانته این نظر را می پذیرد و با او به راه می افتد و بدین ترتیب سفر دوزخ او آغاز می شود. این سفر در شب جمعه 8 آوریل سال 1300 صورت می گیرد و تا آن وقت که از دوزخ بیرون می آیند 24 ساعت به طول می انجامد. در آغاز سفر ماه صورت بدر دارد. دانته جامه فلورانسی بلندی بر تن کرده که به زمین می رسد و با دیدن آن هموطنان دوزخی وی پی می برند که او اهل فلورانس است. این خلاصه ظاهری سرود اول است. اما مفهوم واقعی آنچه گفته آمد
و زمینه این سرود را که مقدمه کلی تمام کمدی الهی و پیچیده ترین سرودهای صدگانه این کتاب است تشکیل می‌دهد. چنین است: دانته به عنوان مظهر نوع انسان ناگهان به خود می‌آید و احساس می‌کند که خطاهای زندگی گذشته وی او را از راه راست یعنی حقیقت به دور رانده و در جنگل تاریک گناه و خطا سرگردان کرده است. نظرش را در پی راه نجات به بالا می‌دوزد و نخستین اشعه خورشید یعنی جمال و جلال خداوندی را می‌بیند که بر دامنه تپه‌ای کوتاه یعنی کوه سعادت ازلی می‌تابد. در خود احساس امید می‌کند و به راه می‌افتد تا خویش را از این ظلمت خلاص کند و مستقیما به بالای تپه رود. اما تقریباً بلافاصله 3 حیوان درنده یعنی پلنگ مظهر بدخواهی و حیله‌گری، شیر مظهر غرور و زورگویی، ماده گرگ مظهر آزمندی و افراط‌کاری راه را بر او سد می‌کنند و کار به جایی می‌رسد که ماده گرگ او را به بازگشت به درون جنگل ظلمانی گناه وامی‌دارد. زیرا حدود قدرت ماده گرگ وسیع‌تر است و تمام افراط‌کاری‌ها را از حرص مال و مقام و شهوترانی و غیره شامل می‌شود. در این حال یأس که او خود را به کلی گم شده و از دست رفته احساس می‌کند، ناگهان شبح ویرژیل در برابر او نمودار می‌شود. ویرژیل در کمدی الهی مظهر عقل و خرد بشری است و از آلایش هوس‌ها و تمایلات نفسانی پاک شده باشد. ویرژیل بدو توضیح می‌دهد که وی از جانب بانوی آسمانی برای کمک بدو فرستاده شده. این بانو که در سرودهای بعدی وصفش خواهد آمد، بئاتریس میباشد که مظهر بخشش و لطف الهی است و در دوزخ روشن می‌شود که بدون کمک او عشق و صفای الهی و ویرژیل یعنی عقل انسانی در طی جاده ظلمانی دوزخ یعنی گناه در مقابل موانع بزرگ عاجز می‌ماند. زیرا قدرت عقل و منطق بشری محدود به حدود معینی است. ویرژیل بدو میگوید که باید وی را به بالای تپه ببرد، اما چون او هنوز آماده طی این راه به طور مستقیم نیست، باید مسیری دورتر را در پیش گیرد که از جهنم یعنی مرحله اعتراف به گناه و برزخ یعنی مرحله ترک گناه می‌گذرد تا به تپه سعادت ازلی و بعد به فروغ خداوندی می‌رسد. اما کمک ویرژیل در این راه محدود به جهنم و قسمتی از برزخ است، یعنی تا آنجا که عقل و منطق انسان به تنهایی پیش می‌تواند رفت و از آن پس راهنمایی دانته با بئاتریس یعنی مظهر عشق خواهد. ویرژیل در اینجا یک شاعر بسیار معروف قدیمی هست که دانته از اون بسیار الهام گرفته، به خاطر همین به عنوان مظهر عقل انسانی آورده شده. در مقابل بئاتریس معشوقه دانته بوده که نماد عشق و صفای الهی بوده. سرود اول. در نیمه راه زندگانی ما یعنی حدوداً 35 سالگی خویشتن را در جنگلی تاریک یافتم، زیرا راه راست را گم کرده بودم. مقصود زندگی گناه‌آلوده است. دانته احساس کرده که از روشنی فضیلت دور افتاده و راه راست را گم کرده است. و چه دشوار است وصف این جنگل وحشی و سخت و انبوه که یادش ترس را در دل بیدار می‌کند. چنان تلخ است که مرگ جز اندکی از آن تلخ‌تر نیست. اما من برای وصف صفایی که در این جنگل یافتم از دیگر چیزهایی که در آن جستم سخن خواهم گفت. مقصود بیداری وجدان است، زیرا دانته در اینجا پی به لزوم اصلاح خود برده است. برخی از مفسرین این صفا را که
عاید دانته شده آشنایی با ویرژیل می‌دانند که او نیز در حقیقت در اثر دانته سمبل خیر یعنی عقل و منطق بشری است و چیزهایی که در آن جستم سخن خواهم گفت اشاره به سه حیوانی است که بعدا از آنها سخن خواهم رفت. درست نمیتوانم گفت چگونه پای بدان نهادم. مفهوم واقعی این است که آدمی بی آنکه خود متوجه شود با گناهکاری و فساد خو میگیرد. زیرا هنگامی که شاهراه را ترک گفتم سخت خواب آلوده بودم. شاهراه منظورش راه صمیمی یعنی راه تقواست. اما چون به پای تپه‌ای در آخر آن دره که دلم را چنین به وحشت افکنده بود رسیدم، مقصود از تپه علو روح و پاکدامنی است که آدمی را به بالا میبرد و منظور از دره فساد و گناه است که او را فرود میآورد. روی به بالا کردم و دامنه‌های تپه را دیدم که جامه‌ای از انوار آن سیاره که در همه کوره راه‌ها راهنمای کسان است بر تن کرده بود. آن سیاره اشاره به خورشید داره، زیرا در علم هیئت دوره دانته خورشید را یکی از سیارات می‌شمردند. از نظر تمثیلی در این گفته دانته خورشید مظهر خداوند است. آن وقت هراس من که در تمام مدت شب دریاچه دلم را دستخوش چنین تلاطمی کرده بود اندکی تسکین یافت و همچون کسی که نفس زنان از چنگ امواج دریا نجات یافته و به ساحل افتاده باشد و رو به سوی موجهای خروشان بگرداند و بنگرد، روح من نیز که هنوز اسیر سستی و پریشانی بود به پشت سر خود نگریست تا گذرگاهی را که هرگز کسی از آن زنده به در نرفت باز ببیند. اشاره به جنگل تاریک گناه و فساد داره. چون تن خسته را اندکی آرامش بخشیدم، راه خویش را در سربالایی بی حاصل باز گرفتم. چنان که پیوسته آن پا که بر زمین استوارتر بود در سراشیبی بیشتری جای داشت. اینجا به احتمال قوی منظور شاعر آن بوده که چون با تردید و نگرانی پیش می رفته، همیشه آن قدمی که وی به جلو بر می داشته سست‌تر از آن پایی که بر زمین می مانده استوارتر بوده است. و تقریباً در آغاز این بالاروی بود که پلنگی سبکپا و چالاک را که پوستی پر لکه داشت پیش روی خویش یافتم. مفهوم حقیقی این پلنگ شهوات و تمایلات نفسانی است و مفهوم سیاسی آن در شعر دانته شهر فلورانس است که آن زمان غرق در فساد بود و دسته‌های مختلف سیاسی بر آن حکومت می‌کردند و از این جهت است که پلنگ پوستی پر لکه دارد. پلنگ از فراروی من رد نمی‌شد و چنان راه را بر من بسته بود که چندین بار به عقب برگشتم تا از همان راه که آمده بودم بازگردم. یعنی چندین بار سعی کردم که دست از هوا و هوس بگریزم و نتوانستم. نخستین ساعت بامداد بود و خورشید دوشادوش این اخترانی که لطف خداوندی در آغاز آفرینش این اشیاء زیبا همراه او به حرکتشان درآورد رو به سوی بالا داشت. اشیاء زیبا منظورش ستارگان هست و اشاره به برج حمل. عقیده رایج دوره دانته این بوده که دنیا وقتی آفریده شده که خورشید در برج حمل یعنی اول سال شمسی یا همون نوروز قرار داشته است. از لحاظ سمبولیک دانته در اینجا هنرنمایی بسیار به خرج داده، به این معنی که زندگانی تازه خود را وقتی آغاز کرده که خورشید در برج حمل یعنی مظهر آفرینش بوده و تازه صبح
سر برمی‌زده، یعنی مظهر حیات نو، و روز عید فسح یا رستاخیز نزدیک بوده است. بدین جهت به خود امید می‌توانستم داد که این حیوان خوش‌خط و خال نشان فرارسیدن روز و فصل دلپذیر است، که همون اشاره به پلنگ داره. اما این امید من چندان نبود که دیدار شیری که در برابر خویش یافتم به هراسم نیفکند. مفهوم شیر از لحاظ استعاری غرور و خشونت است و ظاهراً مفهوم سیاسی آن در اینجا خاندان سلطنتی فرانسه است که مقرونانه به نواحی مختلف ایتالیا حمله می‌برد. چنین می‌نمود که این شیر دوشادوش من در حرکت بود. سر بالا گرفته بود و چنان گرسنه و خشم‌آلود می‌نمود که پنداشتی فضا از خشمش به لرزه افتاده بود. و ماده گرگ از نظر تمثیلی یعنی لئامت، نفس پرستی، افراطکاری، و از نظر سیاسی منظورش دربار پاپ بوده. و ماده گرگی که با همه لاغرندامی خود گویی تمام شهوات نفسانی را که تاکنون بسیار کسان از آن بینوا شده اند در خویش گرد آورده بود. این گفته خوب می‌فهماند که این سه حیوان در نظر دانته مفهوم سمبولیک دارند، زیرا در غیر این صورت وی نمی‌توانسته است بر آنچه سابقاً این ماده گرگ کرده وقوف داشته باشد. به طور کلی این سه حیوان طبق مفاهیمی که باید از آنها در نظر گرفت نماینده طبقه بندی‌های سه‌گانه دوزخ هستند. چنان پریشانم کرد و چندان از نگاه خود به هراسم افکند که امید رسیدن به بالای تپه را از کف دادم و همچون آن کس که با خرسندی فراوان مالی اندوخته باشد و چون زمانه ائتلافگر آن را از دستش بگیرد عنان اندیشه را به دست پریشانی سپارد، من نیز در برابر آن حیوان آرامش ناپذیر، اشاره بدان که هوا و هوس‌ها را آرامشی نیست، که به دیدارم آمده بود و قدم به قدم بدان جانب که خورشید روی فرو می‌کشد عقب می‌راند، یعنی به داخل جنگل که نور خورشید بدان رخنه نمی‌کند. مفهوم این گفته این است که تمایلات و هواها شاعر را دوباره به سوی زندگی فسادآمیز باز می‌گرداند و تنها چاره او این است که دستی از غیب به کمکش برسد. چنین شدم. در آن دم که در این ورطه از پای در می‌افتادم، آدمیزادی که گویی صدایش بر اثر خاموشی ممتد نارسا شده بود، در برابر دیدگانم هویدا شد. در اینجا ویرژیل که تا آخر جهنم و قسمتی از برزخ با دانته همراه است پا به میدان می‌گذارد. ویرژیل چنان که گفته شد در کمدی الهی مظهر عقل انسانی است. اما چطور دانته تنها به دیدن او و پیش از آنکه وی لب به سخن گشوده باشد تشخیص داده که صدای او بر اثر خاموشی ممتد ضعیف شده؟ در این باره مفسرین بحث بسیار کردند. شاید نظر واقعی دانته تذکر این نکته باشد که از مدت‌ها پیش صدای عقل به گوش دل دانته گناهکار نمی‌رسیده است. وقتی که او را در وادی پهناور دیدم، بانگ برآوردم: هر که باشی، خواه شبحی و خواه انسانی، بر من ترحم آور. به من جواب داد: انسانی نیستم، یعنی فقط روحی هستم. اما پیش از این انسانی بودم و پدر و مادرم اهل لومباردیا بودند و وطن هر دوی آنها منتوبا بود. در دوران حکومت سزار به دنیا آمدم، هرچند تولدم در اواخر این دوره روی داد. در زمان آگوست نیکنهاد در دوره خدایان دروغین و دروغزن در روم زیستم. منظورش از خدایان دروغین و دروغزن
قبل از میلاد مسیح که رومیان چند خدایی رو می‌پرستیدند و هنوز به مسیحیت روی نیاورده بودند. شاعر بودم و در اشعار خود وصف پسر دادگستر انکیزه را کردم که پس از سوختن ایلیون مغرور از ترویا آمد. انکیزه قهرمان داستان یونانی که در جزیره سیسیل مرد و شاهکار معروف ویرژیل اینیس به مقدمه این کتاب میتونید رجوع کنید به شرح دلیری‌های پسر او یعنی اینیا اختصاص یافته است. اینیا پس از آنکه شهر ترویا در آتش سوخت از این شهر به جانب ایتالیا به راه افتاد و در آنجا شهر روم را بنا نهاد. بدین جهت رومیان او را قهرمان بزرگ خود می‌شمارند. اما تو برای چه بدین وادی پریشانی باز می‌گردی؟ چرا از این کوه سعادت ازلی که اصل و منبع جمله شادمانی هاست بالا نمی‌روی؟ شرمنده بدو جواب دادم پس تو ویرجیلیو هستی؟ ویرجیلیو که در حواشی این کتاب نام او طبق آنچه در فارسی معمول است ویرژیل ذکر شده است. وی قهرمان بزرگ دوزخ و برزخ دانته و راهنمای او در سفر خیالی به دنیای دیگر است و در حقیقت مظهر عقل انسانی به شمار می رود که از سیطره هوا و هوس‌های نفسانی آزاد و مجرد شده باشد. ویرژیل یکی از بزرگترین شاعرای لاتین است که از 71 تا 19 پیش از میلاد میزیسته است. اینیس او از عالی‌ترین آثار ادب دنیای کهن به شمار می‌آید. دانته بدین شاعر ارادت بسیار داشت و بیشتر به همین جهت است که او را در سفر به دنیای دیگر مرشد و پیر خود شمرده است. همان سرچشمه‌ای که رودی چنین پهناور از فصاحت و بلاغت آن روان شده، ای افتخار فروغ دیگر شاعران، کاش آن دوران درازی که به خواندن گفته‌های تو گذراندم و علاقه فراوانی که در طلب دیوان تو نشان دادم اکنون مرا به کار آید. تو استاد و نویسنده برگزیده منی، زیرا من آن شیوه زیبای نگارش را که مایه افتخارم شده تنها از تو به عاریت گرفتم. ای خردمند نامی، حیوانی را که وادار به بازگشتم کرده ببین و از گزند او در امان اندار، زیرا این حیوان جمله شریان‌ها و وریدهای مرا به لرزه آورده است. اشاره به ماده گرگ که چنان که گفته شد مظهر نفس پرستی و خست و افراط‌کاری است و دانته که دربار پاپ و کلیسای کاتولیک را نماینده برجسته این حرص و آز می‌داند، عمداً از توجه به شیر یعنی غرور و پلنگ یعنی شهوت صرف نظر کرده است تا تمام تکیه خود را به گرگ یعنی آزمندی داده باشد. وقتی که گریانم دید پاسخ داد اگر می‌خواهی از این تنگنا خلاصی یابی باید راهی دیگر در پیش گیری، زیرا این حیوان که از دستش به فریاد آمده ای هیچ کس را اجازت عبور از راه خود نمی‌دهد و چندان مانع در سر راهش پدید می‌آورد که عاقبت نابودش می‌کند و طبعی چنان فاسد و ستمگر دارد که هرگز آتش هوس سیری ناپذیرش فرو نمی‌نشیند و پس از هر غذا گرسنگی بیشتری احساس می‌کند. یعنی هر قدر مال بیشتر می‌اندوزد بیشتر حرص مال اندوختن دارد. این مصرع را یکی از عالی‌ترین اشعار کمدی الهی دانته دانستم. بسیارند حیواناتی که با آنها جفت می‌شود. مقصود مفاسدی است که در دنبال حرص و طمع می‌آیند و از این پس نیز فراوان‌تر خواهند بود.
تا عاقبت آن تازی شکاری که باید این حیوان را با عذاب بسیار از میان ببرد پای به میدان نهد. تازی اشاره به پیشوا یا قهرمانی که باید ایتالیا و شاید دنیا را از آز و طمع فرمانروایان خود به خصوص از مفاسد دربار پاپ آزاد کند. تصور نمی‌رود که دانته به نظر به شخص معینی داشته. مع هذا از زمان او تا کنون بسیار کسان را داوطلب این عنوان کرده‌اند که چند تن از سرداران ایتالیایی، چند نفر از پاپ‌ها، لوتر، گاریبالدی و موسولینی از آن جمله‌اند. غذای این تازی نه خاک خواهد بود و نه قلعه سوده، یعنی او را نه با خاک و آب میتوان فریفت نه با زر و گوهر، بلکه خرد و عشق و تقوا و سرزمین او جایی خواهد بود میان فلتر و فیلتر. احتمال می رود که مفهوم این کلام شخصی میانجی باشد که نه جانب پولداران و نه جانب طبقه سوم را بگیرد، بلکه به نفع همه کار. وی نجات بخش ایتالیای سرافکنده خواهد بود که به خاطر آن کامیلای دوشیزه، ایورالیو و تورنو ونیسو زخم خورده و جان سپردند. همه این اشخاص از قهرمانان آئینیس ویرژیل هستند که در جنگ میان ترویی‌ها و ایتالیایی‌ها کشته شدند. در همه شهرها ماده گرگ را دنبال خواهد کرد و تا وقتی که او را به دوزخ که در آغاز کار غبطه و حسد از آنجا بیرونش آورد بازافکند. لاجرم صلاح تو را چنین می‌بینم و در این تشخیص می‌دهم که به دنبال من آیی و من راهنمای تو خواهم بود و تو را از آن مکان سرمدی خواهم گذراند. اشاره به جهنم دارد که در آن بس غریب‌های نومیدی خواهی شنید و ارواح نالان شاکی کهن، یعنی دوزخیانی که از بدو خلقت تا زمان دانته به جهنم رفتند، که در آن بس غریب‌های نومیدی خواهی شنید و ارواح نالان و شاکی کهن را خواهی دید که هر کدام با فریادهای خود تمنای مرگ دومین می‌کنند. مقصود این است که دوزخیان در عذاب به سر میبرند تا آنکه روز رستاخیز فرا رسد و در دادگاه الهی حکم محکومیت قطعی آنان صادر شود، یعنی به مرگ دومین برسند. سپس آنهایی را خواهید دید که در میان آتش خرسندند، اشاره به ارواحی که در برزخ به سر میبرند، زیرا امید دارند که روزی پا به جرگه ارواح مسعود گذارند، یعنی ارواح بهشتی. و اگر بعد از آن خواسته باشی خود به نزد این ارواح روی، روحی شایسته تر از مرا راهنمای خویش خواهی یافت. مقصود بیاتریس راهنمای دانته در بهشت است. منظور ویرژیل این است که وی چون حق ورود به بهشت را ندارد نمیتواند در آنجا راهنمای دانته باشد. ویرژیل چون غسل تعمید نشده و به مسیحیت نگرویده، به خاطر اینکه قبل از تولد مسیح به دنیا اومده و از دنیا رفته، حق ورود به بهشت رو نداره. زیرا آن امپراتوری که در اعلی علیین حکومت می‌کند، اشاره به خداوند، مرا که نسبت با آیین او عاصی بودم اجازت آن نمی‌دهد که کسی را به شهرش رهنمون آیم. شهرش منظورش بهشت. وی در همه جای دیگر فرمانرواست ولی در آنجا سلطنت دارد. آنجا شهر او و مقر اورنگ پرجلال اوست. چه خوشبخت است آن کس که وی شایسته زیستن در چنین مکانش می‌کند. و من بدو گفتم ای شاعر، به نام همون خدایی که تو اش نشناختی، از تو تقاضا دارم که برای نجات من از این رنج و از رنجی بدتر از آن، این رنج منظورش جنگل تاریکی گمراهه،
و رنجی بدتر از آن محکومیت آینده به زندگی در دوزخ. مرا بدانجا که همکنون وصفش را کردی راهنمایی، چنان که دروازه پطرس مقدس را ببینم. در آیین کاتولیک عقیده دارند که پطرس مقدس یا سن پیترو کلیددار بهشت است، ولی در کمدی الهی دانته دری برای بهشت قائل نشده. بنابراین باید این دروازه را در ورودی برزخ محسوب داشت که فرشته نگهبان کلیدهای پطرس در آنجاست. این دو نظر با هم متناقض نیست، زیرا در ورودی برزخ در حقیقت دری است که رو به بهشت باز می شود. و آنهایی را که چنین اسیر رنجشان خواندی بنگرم. آن وقت وی به راه افتاد و من در دنبالش روان شدم.